نظرتون چی میشد اگه اوبیتو به جای این که ببینه کاکاشی رین رو کشته و به قولش عمل نکرده، میدید که کاکاشی و رین با همن. خب خودتون میدونین که رین عاشق کاکاشی بود و اوبیتو هم بدجوری عاشق رین بود که حتی واسهش جنگ هم شروع کرد. حالا من از چت جی پی تی پرسیدم که چی میشد اگه این اتفاق میافتاد. خب گفته اون احتمالاً اول یه شوک و احساس خیانت عمیقی میگیره، چون اون همیشه عاشق رین بوده و فکر میکرده تنها اون حق داره کنارش باشه، در حالی که رین عاشق کاکاشی بوده و به فرض فکر میکنیم کاکاشی هم بهش علاقه داشته. خب زده حسادت عمیق‌تر به کاکاشی. با توجه به اینکه تو بچگی همیشه به کاکاشی حسادت میکرد چون بهتر بود، این موضوع این حسادت رو به شکل عمیق‌تر و شخصی‌تر تبدیل میکنه. حالا گفته اوبیتو وقتی فکر میکرد رین کشته شده خیلی سریع وارد مسیر تاریک و انتقام جویانه شد. حالا اگه به جای مرگ رین اینو میدید، مسیرش پیچیده درم میشه. ممکن بود احساس کنه که اون در پس زمینه قرار گرفته و کاکاشی جایگزین شده، یا ممکنه برای جلب توجه رین یا انتقام از کاکاشی دست به کارهای رادیکال بزنه. شاید به جای اینکه صرفاً علیه دنیای نینجا شورش کنه، بیشتر تمرکز کنه روی انتقام شخصی از کاکاشی. و رابطه اوبیتو و کاکاشی رابطهشون به شدت پرتنش میشه، چون احتمالاً اوبیتو اعتمادش رو به کاکاشی از بین کاملا برده. حالا اوبیتو ممکنه بیشتر به سمت تاریکی بره، چون خیانت عاطفی هم بهش اضافه شده. ممکنه بیشتر تلاش کنه خودش رو ثابت کنه و قدرت کسب کنه تا رین رو برگردونه یا کاکاشی رو شکست بده. شاید روابط بین تیم 7 به کل تغییر کنه و رین و کاکاشی در مرکز یه مثلث عشقی پرتنش قرار بگیرن. حالا کلا جمع‌بندی اینه که اگر اوبیتو به جای دیدن مرگ رین صحنه عاشقانه رین و کاکاشی رو میدید، حسادت، خیانت و انتقام در او شدیدتر میشد و داستان شاید تاریک‌تر و پیچیده‌تر میشد.